یه بوهایی میاد بوی شدیدی که اصلا ما دودی شدیم بچه هنوز نیومده. خوب بارون میاد. نه میریم همین دوده میخوره ولی اومد. من رفتم یه اوه شدم لعنتی. سلام. حال شما؟ مرسی کوچنگم. از 2 روز بعد از جشن امروز 11 مرسه تصمیم گرفتیم یه مسافرت خانوادگی با پدر مادرامون بریم. پدر مادر کیوان جان، پدر مادر من تو ماشین پشت سری بودن پیش بابا اینا. و بریم کجا؟ بریم آمستردام، نیدرلند. هلند. آمستردام بچه های گلباز. بریم گلاتون رو بو بکنیم. یه همچین چیزایی. خلاصه داریم این مسافرت خیلی خوشحالیم که جور شد، پاسل شد با پدر مادرامون یه مسافرت خانوادگی بریم. براتون یه فیلم ویدیو کوتاه میگیریم، هم یادگاری برای خودمون، هم که شما هم کلا این چند روز پیشمون باشید. فعلا کیوان جان قربونتون. من با اجازهتون بعد رانندگی کنم. رانندگی رو آره استابی داره بارون میاد. اولا قرار بود اولش بریم بروکسل، ولی چون اونجا بارونی تر از آمستردامه دیگه امروز آمستردام رو انتخاب کردیم. هر دو آب و هوا عالی، یعنی عالی سرد ولی در حد مثلا 11 تا 16 درجه. ولی امروز صبح که دوباره چک کردیم دیدیم که نه، اصلا هوا آفتابی هم بود ولی دیگه بروکسل که 50-60% بارونی. آمستردام دیدیم چند ساعت هوا باز بهتره و شدت بارونش هم کمتره دیگه. تصمیم گرفتیم بریم اونجا، ولی حتما دوست داشتیم که این مسافرت رو در کنار خانواده هامون بریم. کیوان جان در حال رانندگی و فعلا چرا خوب شد؟ آلمان واقعا گرگیده. از همونجا اومده بود من یه شکل دیگه شد. دست اندازه مثل این صورت ها رو با 100 تا 130 تا 80 سال من درست کردیم دیگه اونجا. همین الان مرز آلمان به هلند رد کردیم. آقا ببینید من اینا دوست دارم. کیوان میگه نه. فکر کنم حد اکثر سرعتش زده بود 40 تا یا 60 تا. دو چرخ هست کابین ماشین. کالاسکه هست. وای یه نفره هست، هم بغل دستش فقط میتونی کیفتو بذاری. کیوان میگه نه، اصلا که همه جا میشه، تو جیب جا میشه. میتونی خیلی پاکینگ کنی یه دونه از این چاسی چیاش بزنی. خیلی خوبه. از آغازی بگی بشنم آسفالت و بگی حالا مهم سواش. خب رسیدیم آمستردام و داریم میریم مرکز شهر.
پارک کنیم یه جا غذا بخوریم. دیگه چی؟ دیگه اینکه یه جاتون خیلی خالی به نظر من. شهر خیلی مدل شهرسازیش تمیزه. کلی دوچرخه اینجا دیدیم، پارک بود و کلا به نظرم خیابوناش یه کوچولو از آلمان بهتره واقعا. فعلا در نگاه اول. همه مرکز شهره. از اینجا به اونور هم دیگه کانال‌های مختلف میشه. خب موزه مادام توسو این سمت چپه. آره بزنیم پارک هاوس. آهان اینجا هم که دیگه بانهوفشه. نه اونجا نمیدونم اینجا ولی میدون اصلی شهر دردام اینجاست. سلام ما رسیدیم، گشنمونه، میخوایم بریم غذا بخوریم. مامان بابا گرم صحبت هم نمیان. کیوان جان اینجا. سلام علیکم، احوال شما؟ به دنبال چی هستی؟ هوای بارونیه ولی هوا خوبه، فقط بارون میاد خیسمون میکنه. اشکال نداره. بچه‌ها من یه نه دیگه هنوز نرسیدیم. ماشین گذاشتیم پارکینگ، بعد کیوان یه رستوران پیدا کرد. کیوان بعد میخوایم بریم غذا بخوریم انشالله که سالمه در بیایم بیرون. آره به غیر از بو ولی فکر کل شهر فکر کنم همین شکلیه. من چند سال پیش اومده بودم. چرا؟ اونهاشن دارم میام. چند سال پیش با دایی و زندایی و دختر دایی اومده بودم و خیلی هم خوش گذشت. لی ما اینجا نیومده بودیم، یعنی خیابونو میشناختم، اینجا نیومده بودیم. فکر میکردم فقط تو کوچه پس کوچه هاشو اون کوچه هایی که دیسکو داره این بوا میاد، ولی مثل اینکه کل شهر اون میاد. فعلا بریم غذا بخوریم، گشنمونه. غذا خوشمزه بود، عالی بود، دستون خالی واقعا. یه برگر درجه یک خوردیم، خیلی چسبید، صبحونه نخورده بودیم. کیوان جا مغازه چی؟ این نمیدونم از این اردک های مستر بینه توی وان حمامش میرم مینداخت تو آب. از اون سگر یادم نمیاد چه کارتونه، ولی اینجا مغازه‌اش باحاله. تو آلمان من ندیدم. دوستان اگر شناختی دارن میتونن کامنت بذارن. سگا رو حالت همه این پیپا دستساز کار این آقا هم هست. handmade in Holland، دستساز در هلند. دیگه خواستیم گلبازی کنید بچه ها با پیپ هم میتونید. خب این یه خیابان تنگ در هلند، یه دونه دیگه هم روبروه، یه دونه هم روبروه، دو تاه. اینجا چهارراه تنگستانه، یه دونه اینقدر هم ماشین کوچولو اینجا زیاده، ماشین برقی یه نفره ها. مامان بابا این ساختمونه نگاه همین قده، این سمت برای یه بنای دیگه است، این سمت برای یه بنای دیگه. مامان توجه کردش، خیلی جالب بود.
باز این سمت هم این یه ساختمونه، اینم یه ساختمون. بالاخره یه مغازه جالب دیدیم، کیفای چرم به این سبک. خیلی قشنگه. کیفای چرم دستی قشنگ جالب بود. یکم فیلم میگیرم با سبک خونه سازیشون. آره آشنا بشید، خیلی جالبه خدایی. این بستنی فروشی خیلی جالب بود. کیوان جان نظرت؟ عالیه باشه. بالایی ها ماریجوانا به کیوان صورت فکر هم کیکش نمیتونیم بذاریم. همین های کیک معمولیه. بالایی ها ماریجوانا و که اونم بشه ها اونم همه ماریجوانا توشه. کیه کیوان؟ آره کوکیه ببخشید. کوکیه که داخل بشه ولی با ماریجوانا. که با آب نباتش هم نشون بده. اینم آب نباتشه برای عاشقای آب کیوان نبات. پاستیلم با ماریجوانا پاستیلش هم هست قشنگ. همه چی اینجا نوشته کانابیس، ماجیک کانابیس، پاستیل فلان قشنگ. ما ماجیک میشیم. آره. خیلی بریم کیوان جان. بریم تا بیش از این ماجیک نشدی. بچه این چقدر خوشگله. چرا خوابه. چقدر بزرگه. بالا درش هم که دیگه داستان. جورابا رو تو رو خدا. خب اینجا موزه مادام توسوه. کلی شخصیت دیگه بهش اضافه کردم. خب اینجا آره دقیقاً بریم دیگه. دردام. اینجا دام هستش. خب میدون اصلی شهر هستیم دردام. سلام. موزه مادام توسو. چیه؟ مادام توسو. مادام توسو؟ یا باحاله. شاید رفتیم ببینیم مام بابامون اگه دوست داشته باشن، حوصله‌شو داشته باشن، شاید یه سر بزنیم. سمبولیک. اینجا میدونشه دیگه. اینجا بچه‌ها دست جمعی گل میزنن بعد داخل موزه فیگوراشو میگیرن. یه اون بر گرم میکنن. ما دودی شدیم دیگه واسه گل میزنن. چپ و راست میاد. چیکار می‌کنید با خود؟ اون بر ها؟ اومدیم توی مغازه میخوام سوغاتی بگیریم. کیوان جان رو سقف چیه؟ سقف دوستان شیر بده گاه هستن. بچه ها خیلی بزرگن ها. خیلی جالبه. خیلی قشنگه. دکور جالبی بود داره. یه دوچرخه بانمک دیدیم. این به نسبت دوچرخه‌های دیگه شما خودتون متوجه میشید دیگه. طرف این بالا میشینه، چرخ پشتش هم اینه. یعنی دیگه خودتون حساب کنید. جان اوکی باش. ساختمونا رو افتاده رو هم دیگه. اینجام که کلا کسی اگه اهلش نباشه دودی میشه. ما منقدر دود گرفتیم یه دود شدیم. اینجا خیابونیه که به دردام میخوره. از اون خیابون سمت چپش، سمت راست میره مرکز شهر، سمت چپش بیاین داخل میرسید به آقای هی بلند میشه هی میشینه. نگاه چه سرکله‌ای هم تکون میده برامون. بفرمایید بشینید، تو رو خدا خونه خودتونه. میل نشستن نداره. بعد این دیوار رو چقدر قشنگه.
هست که حالا من حدس میزنم ولی مطمئن نیستم. بابا این عکس یه چهره است. کیوان این چهره است. نگاه. آره بوتیای نمیدونم پپسی و کوکا و فانتاه. ولی این کیه کیوان؟ مایکل جکسون نیست؟ مایکل جکسونه. تو ببین نگاه این تو ببین مایکل جکسونه. مامان این تو رو ببین و کوچیکش کنی. خیلی زومی. آره خیلی باحاله این. اوه این دوباره قصد اینو داره که بلند شه. ماشین نیست که. همه ماشینا کوچولو کوچولو. بچه ها این اوپله که الان بهتون نشون میدم این تبلیغش در حال حاضر توی آلمان خیلی زیاد شده که بچه های جوون فکر کنم از 15 سالم اجازه رانندگی باهاش هست دیگه. هیچی دیگه حساب کنید چقدر داره تبلیغات براش میشه که از 15 سالگی تا هر کی که دوست داره فقط توی شهر تردد داشته باشه، چون فکر کنم مکسیمال سرعتش 50-60 کیلومتر باشه و تبلیغ داره میشه که حالا توی آلمان مثلا بخرنش و اینا. ولی توی آمستردام الان من چقدر از این ماشین دیدم، هم به خاطر کوچیکیش هم به خاطر اینکه خب سرعت هم که نمیرن و هیچی دیگه. الان شما نگاه کنید یه دونه، یعنی همه ماشیناشون هم کوچولو کوچولوه دیگه. قشنگ ماشین مناسب همینجاست این. این از اندازه ماشینه، یعنی فکر کنم بریم بغل دستش یه قدم و یه سانت. تو رو خدا ماشین آخه اینجوری هم پارک کرده. این اندازه ماشینه دیگه، شما حساب کن. یه دو وجب ماشینه. شوخی ولی فکر کنم 1 متره کلا. خیلی باحاله، یعنی عاشق ماشینای این شهر شدم. یه جای دیدنی هست دم فرودگاه، داریم میریم اونجا. اینجا فرودگاه آمستردامه. آقای کیوان قشنگ. یک عدد خسته، کافی احتیاج، سیال همچنین. خسته ایم، خیلی خوش گذشت ولی خیلی خسته ایم. بچه ما به آفیس های اینا حسودیمون شد. نگاه کن این بیره هینکه. آره شیکه. هتل هیلتون اینجا بود. این آفیس سامسونگ، آفیسش خیلی مدرنه. ما خورده حسودیمون شد. تو آلمان این شکلیه که چه بدونم آفیس یه شرکت یه ور دیگه اون شهره، آفیس اون یکی یه ور دیگه است. که من اینجا واسه مایکروسافته خوشش اینجا. بس که شما هم نشون بدم، زوم کنیم شما هم ببینید. الان هم جا تو خالی یه کافه خیلی خوشمزه همگی با هم و طوری بهتر شد. یه کافه خیلی خوب و با یه کیکی در کنارش خوردیم. دیگه الان در حال برگشتن هستیم، در راه برگشتیم. 2 ساعت و 8 دقیقه دیگه میرسیم دورتموند، میریم خونه. خیلی هممون خسته ایم ولی مسافرت خیلی خوب بود در کنار پدر مادرمون. انشالله که سایه‌شون بالا سرمون انشالله. و اینکه
خیلی خوب بود با وجود بارون که بارون خیلی خستمون کرد واقعا. خیلی سفر یک روزه پرباری بود. خوش گذشت دیگه. قربون شما. خدافظ. خدافظ. مرسی که ولاگ کوتاه ما رو دیدید. خدافظ. شما بگو تفاوت